ببین چند وقتیه که یه چیزی ذهن منو خیلی درگیر کرده و این مربوط میشه به یوتیوب ماینکرافت فارسی. فرض کن یه نفر میشینه 6 ساعت ادیت ویدیو انجام میده، 4 ساعت فقط خروجی رندرش رو وقت میذاره و وقتی ویدیو رو آپلود میکنه با چی مواجه میشه؟ 50 تا ویو. اما از اون طرف یه نفر با کیفیت خیلی یعنی خیلی پایین یه ویدیو میذاره و یهو بوم 500,000 تا ویو میگیره. اینجاست که مغز آدم ارور میده که چه جوری ممکنه. اما صبر کن، منم فکر میکردم که الگوریتم بام قهر کرده یا میخواد ازم انتقام بگیره، ولی متوجه شدم که کل داستان ماجرا یه چیز دیگه ایه. بذارید با واقعیت توضیح بدم. یه سری کانال داریم که محتوای خفن میسازن، ادیتشون عالیه، کیفیتشون بمبه، حتی صدای میکروفونشون استودیوییه، ولی ویوشون خیلی پایینه. از یه طرف دیگه یه سری کانال داریم که واقعا آدم حس میکنه صاحب کانال با سیب زمینی ادیت زده، ولی ویوشون مثل موشک ناسا میره هوا. حالا بذار برات یه رازیو برملا کنم که هنوز خیلیا توی یوتیوب ماینکرافت فارسی ازش خبردار نیستن. یه چیزی هست که ویوهای یوتیوب رو زیر و رو میکنه و حتی شاید فراتر از اون کنترلشون میکنه و تصمیم میگیرن کی ویو بگیره و کی ویو نگیره. بچه سالها. آره منم اولش همین فکر رو میکردم که اصلا بچه سالها چه ربطی به یوتیوب ماینکرافت فارسی دارن، اما موضوع عجیب تر از اون چیزیه که فکرشو میکنی. ببین حرفامو توهین قرار نده، من منظورم از کلمه بچه سال ویورهایی هستن که ردی سنی پایین تری دارن. حالا اینا چه ویژگی هایی دارن که میتونن ویوهای یوتیوب ماینکرافت فارسی رو کنترل کنن؟ خوب گوش کن. اولین دلیل، جمعیت این ویورها به شدت زیاده. یعنی هر ویدیو ماینکرافتی رو که باز کنی و کامنتاشو یه نگاه بندازی متوجه میشی که غلط املایی های زیادی توی کامنت ها هست. پس بچه سالها همه جا هستن. دلیل دوم، این ویورها ویدیو رو تا آخر نگاه میکنن و همین مهمترین نکتهشه که یوتیوب عاشق این رفتار مخاطبه و همین باعث میشه ویدیو بره توی اکسپلور یوتیوب. دلیل سوم اینه که تعامل خیلی زیادی دارن، یعنی ویدیو رو سریع لایک میکنن و کامنت های زیادی میذارن و همین باعث میشه که یوتیوبر حمایت بشه. یعنی داداش سیکم خیاره لایک و کامنت میکنن، داداش کامنتو که نمیکنن، ولی آره درستش همینه. حتی کامنتایی هم که میذارن با غلط املایی خیلی جالب و بامزه‌ایه. و دلیل چهارم اینه که خیلی سریع ذوق میکنن، یعنی اگه تامنیل رنگی ببینن سریعا روش کلیک میکنن و حتی اگه توی ویدیو یه TNT یهو اسپام بشه یا چند تا کریپر با هم بهت حمله کنن خیلی سریع ذوق میکنن و واکنش نشون میدن. برای همین باعث میشه که یکی از اینا 26 بار ویدیو رو نگاه کنن و یوتیوب عاشق کانالت بشه. داداش الان میتونم برم یا کانال یوتیوب بزنم که اینجوری؟ آره ولی صبر کن، این تمام ماجرا هم نیستش. بذار قبل از گفتن این موضوع یه مثالی رو برات باز کنم که بتونی همه حرفای منو باور کنی. یه مثال بارز از این یوتیوبرها داریم که هدفش خود بچه سال هاست و تونسته توی یک ماه از 0 سابسکرایبر برسه به 10,000 تا. فکر کنم تا حالا یا ویدیوشو دیدین یا حتی خودش هم بشناسین. لیدی لکسین. اول اینکه اگه لیدی داری این ویدیو رو میبینی واقعا به تبریک میگم، باریکلا. و من مجبورم اینجا نقدت کنم و نقدای منو به توهین نبین، من فقط دارم توضیح میدم که تو چجوری به این موفقیت رسیدی. این بانو به گفته خودش 4 سال توی حوزه یوتیوب فعالیت میکرده و بعد از این همه مدت با الگوریتم یوتیوب طبیعتاً آشنا شده. اما مهمترین استراتژی که اینجا به کار میبرد این بود که مخاطبی رو که میخواست براش ویدیو بسازه رو پیدا کرد و اون رو هدف قرار داد و تونست با کمترین امکانات ممکن و کیفیت پایین ویدیویی بیشترین بازدهی رو از یوتیوب بگیره. اما همه ماجرا این نیستش. اینکه لیدی یکی از یوتیوبرهای دختر ماینکرافت رو نمیتونیم در نظر نگیریم. این هم یه ویو نسبتا زیادی بهش میده. یکی از ویدیوهاشو نگاه کنید. توتم توی ماینکرافت آشغاله. اون اوایل که توتم به بازی اضافه شده بود اگه توی لاوا میافتادی توتم فعال میشه که نجاتت بده. مرتب برای کسی که ساب میکنه. نمیگم برای کارش زحمت نکشیده، نه اتفاقا زحمت کشیده، ولی خب با کیفیت پایین تونسته به همچین ویویی برسه. چرا؟ چون مخاطبای هدفش بچه سالها بودن، به همین سادگی و راحتی. فکر کنم دیگه الان باید حرفای منو باور کرده باشی که یکی از مهمترین عامل ویو توی یوتیوب ماینکرافت فارسی بچه سالها. داداش اینجوری باشه که اونایی که کیفیتشون بالاست ویو نمیگیرن که. آهان الان اینجا یه بحثی باز میشه که اون کانال هایی که ویدیوی با کیفیت آپلود میکنن و سر ویدیوهاشون خرج و هزینه میکنن و مخاطبشون بچه سالها نیستن چه کاری باید انجام بدن. خوب به حرفام گوش بده. فکر نکن که دیگه کانالت مرده و نمیتونی ویدیو آپلود کنی چون مخاطبات بچه سالها نیستن یا دیگه نباید خرج اضافه بذاری رو ویدیوهات. نه اصلا از این حرفا نیست. یا از اون طرف فکر نکن که همه
همه چیز گل و بلبل و میتونی با کیفیت پایین شروع کنی یه کانال یوتیوب بزنی و مخاطبات بچه سالا باشن و فکر کنی بیای بالا. شما علاوه بر اینکه مخاطبات رو قرار میدی، باید استراتژی‌های خفنی هم بچینی تا ویدیوهات ویو بخوره. درسته مخاطبای بچه سال روی ویوها خیلی تاثیر میذارن، اما از این طرف ما مخاطبای بزرگسال هم داریم. پس کانتنت کریئتورهای اونا چی میشن؟ بچه سالها بیشتر به فکر اینن که یه ویدیویی رو ببینن تا هیجان زده بشن و سرگرمی پیدا کنن، اما مخاطبای بزرگسال بیشتر به فکر اینن که یه چیز جدیدی رو یاد بگیرن یا یه سرگرمی حرفه‌ای‌تری پیدا کنن. میتونم با یه مثال خیلی خفن شروع کنم. تاپ پلیر، این کانتنت کریئتور ماینکرافت مخاطبای بزرگسال رو که هیچ، حتی مخاطبای بچه سال رو هم هدف خودش قرار داده و با ویدیوهای آموزنده‌ای که میسازه و درباره فکتایی که صحبت میکنه باعث میشه ویوهاش چند برابر بشه. حتی سطح ویدیوهاش خیلی بالاست و با کیفیتی که داره میتونه مخاطب رو جذب کانال خودش بکنه. تا اینجای کار متوجه خوبیای بچه سالها شدیم، اما بدیهای این بچه سالها چیه؟ ببین، اگه رده سنی پایینی داری پیشنهاد میکنم که ویدیو رو قطع کنی و بری سراغ ویدیوی بعدی، چون دارم درباره یه فکتایی صحبت میکنم که حقیقته و خب بعضی از حقیقتا تلخن. در کنار همه خوبیایی که بچه سالها دارن یه سری بدیهایی هم هست. مورد اول، کیفیت براشون هیچ اهمیتی نداره. واقعیت تلخه، بچه‌ها اصلا اهمیتی نمیدن که ویدیوت 4K باشه، ادیت خفنی داشته باشه یا صدات با میکروفون ضبط شده باشه. از طرف دیگه این قضیه برای کسایی که محتوایی با کیفیتی تولید میکنن یه ذره میزنه تو ذوقشون. داداش ما داریم کیفیت بالا ویدیو تولید میکنیم، تقصیر ما چیه؟ اصلا نگران نباش، برای اینا راهکارم دارم. دو، ویو یه ویدیوی ساده رو خیلی طوفانی میبرم بالا. برای همین کسایی که با اخلاق این بچه سالها آشنا هستن میتونن ویوشون رو بهتر کنن. از طرف دیگه یه رقابت سنگین بین کسایی که محتوای ساده تولید میکنن و کسایی که محتوای با کیفیت تولید میکنن اتفاق میفته. و سومین دلیل که از همش عجیب تره اینه که وقتی اونا از یه نفر خوششون بیاد فنای تعصبی اون کانال میشن. یعنی وقتی از اون یوتیوبر ویدیوی آپلود بشه سریعا اونو لایک میکنن، کامنت میذارن و با این کار حمایتش میکنن. حتی اگه از اون یوتیوبر نقد یا بررسی توی کانالای دیگه بشه فاز برمیدارن و جبهه میگیرن. این موارد برای کسایی که مخاطبشون بچه سال هست خیلی خوبه، ولی برای بقیه نه. اینا دقیقاً مثل شمشیر دو لبه عمل میکنن که یه لبش کانال ها رو میکشه بالا و لبه دیگهش کانال ها رو نابود میکنه. حالا راهکار برای بقیه کانال ها چیه؟ شما باید محتواهاتون رو آروم آروم بکشید به سمتی که حتی مخاطبای بچه سال هم از ویدیوهاتون خوششون بیاد. اینجوری از یوتیوب بازدهی 2 برابری میگیرین. این بهترین کاریه که میتونید برای کانالی که دارید انجام بدین. حالا این باز بستگی به خودتون داره که دوست دارید محتواتون برای بچه سال ها باشه یا نه مخصوص بزرگترا. اینم بگم که هدف این ویدیو توهین نبود، من فقط خواستم آنالیز کنم که ویورهای یوتیوب ماینکرافت فارسی کیا هستن و به چه زمینه‌هایی علاقه دارن. امیدوارم لایک و سابسکرایب کنی و این تجربه‌ای که در میون گذاشتم باهات به دردت بخوره. مخلصیم.